سلام خدمت همه عزیزانی که به دنبال تخم مرغ نطفه دار در فضای مجازی و این سایت ها میگردن. من 60 تا دونه تخم گرفتم به اسم تخم نطفه دار با ضمانت و خیلی مسائل دیگه که این 60 تا تخم مرغ با کرایه راه و این حرفا پای من 3,400,000 در اومده و از این 60 تا 56 تا تخم اصلا نطفه نزدن، اون 4 تاش هم اصلا معلوم نیست. و خلاصه حواستون رو جمع کنید. من توی آپارات و جای دیگه کسای دیگه هم بودن که سرشون کلاه رفته بود و گول این سایت ها و شرکت هایی که تخم نطفه دار ارائه میدادن و خورده بودن، ولی متاسفانه تماس باشون گرفتم و با زبون چرب و نرمشون این کار رو انجام دادن و بحث پولش نیست، بحث زمان و انرژیشه، بحث حالیه که از آدم گرفته میشه. در صورت دوستان به صورت حضوری خرید کنید، هیچ ضمانتی همینا ندارن و مثل اینه که پولتون رو داخل چاه بریزید. موفق و پیروز باشید.